مواظب باش توی دام کلاهبردارای علی بابا نیفت. اینجایی که اومدیم دفتر شرکت زوملایان، ولی مشتری از علی بابا یه تامین کننده رو پیدا کرده که قطعات صنعتی می‌خواسته ازش بخره. ما اومدیم سر آدرس راستی آزمایی کنیم. اصلا من اون شخص رو نمیشناسم و الان داره از همکاراش سوال میکنه که راهنمایی کنه ما رو که ببینیم مثلا این شخص کیه که از آدرس اینا سوء استفاده کرده و داره تو علی بابا جنس میفروشه. حالا این مورد که به خیر گذشت، ولی کلاً چون پرداخت در اون برنامه علی بابا برای ما ایرانی‌ها فعال نیستش، این افراد تامین کننده خیلی زیرکانه شما رو به ویچت میکشونن و شماره حساب رو اونجا میدن و کافیه شما پول رو واریز کنید به حسابشون و اونام اطلاع دارن که ما به دلیل تحریم ها نمیتونیم پیگیری کنیم و مبدأ پول از حساب خودمون نبوده، خیلی راحت سرتون رو کلاه میذارن و دیگه باید قید پولتون رو بزنید.